بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به تمام برادران و دوستای عزیز و مخلص، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی دعاهای دوستا را، مناجات دوستا را ان شاء الله پذیرفت و الله سبحانه و تعالی احسان بزرگی بالای این امت اسلامی کرد که الحمدلله ما از زندان به خیر و عافیت بیرون شدیم و فی الحال در پهلوی دوستای خود قرار داریم. الله سبحانه و تعالی همه دوستا را که دعا کردند و خود شریک غم ما ساختند، عزتمندی دنیا و آخرت نصیبشان بگردانه. جزاکم الله خیر و بارک فی عمرکم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به تمام برادران و دوستای عزیز و مخلص، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی دعاهای دوستا را، مناجات دوستا را ان شاء الله پذیرفت و الله سبحانه و تعالی احسان بزرگی بالای این امت اسلامی کرد که الحمدلله ما از زندان به خیر و عافیت بیرون شدیم و فی الحال در پهلوی دوستای خود قرار داریم. الله سبحانه و تعالی همه دوستا را که دعا کردند و خود شریک غم ما ساختند، عزتمندی دنیا و آخرت نصیبشان بگردانه. جزاکم الله خیر و بارک فی عمرکم.